داشتن و نداشتن بود. نزنی حرفو. ما ستان اولش هممون همینو میگفتیم. ببین غلام جان، معذرت خواهی می‌کنم. سرطان رو با شیمی درمانی میتونی درمان کنی، ولی وقتی سر سفره عقل میگی بله، آمبولانس رو ایزاره دمه در وایساره او بردن. آقا ما با هم رفیق هستیم یا نه؟ بله. اون پس بگو آنچه دلت تنگت میکنه. بابا من این همه سال دارم میخونم توی عروسی‌ها تو مهمونی‌ها دارم میخونم، یک نفرم پیدا نمیشه که من را بشناسم. تو اتوبوس تو مترو تو خیابون هیچ اصلا منو نمیشناسه. یک دفعه توی مترو یک نفر دیدم منو داره نگاه میکنه، گفت بابا توی منم خوشحال گفتم والا پس ترانه‌های من نشید. گفت نه هیبون من معلم جغرافی تو هستم دیگه، حتی شیرون پسر منو بیا اونجا بخون. چی میگه ایشونی نمیگه خیلی هم خوبه. من به عنوان یک خواننده توی به وسط عروسی با تیر تفنگ من آمدن دزدیدن بردن. خب حداقل همه حوادث روزنامه باید بنویسه که من دزدیدن. دل من خوش بود، گفتم فردا BBC برای من مستند بسازه بود، برای تهیه میکنم. خودم با همین چشمای خودم دیدم که BBC راجع به خرام مستند ساخته بود. آقا اصلا من یه کاری میکنم کمکت میکنم که تو اولین آلبوم تو بگیری رو. تو هم الان میگی بعدا یادت میاد. آقا من مرد